قصه نلمانی قصه شروع کنه. داستان 22 وجه داستان امیر حمزه 22 قصه. رسک امیر حمزه نامدار به مدین و آیک مهرنگار به لشکر حمزه صاحبکران جنگ براتان زابلی گو حمزه و مسلمان به یک آهنی. لیکن چون حمزه چه کار مصر فراغت حاصلی کو به طرف مدین حرکت کد. بعد چه 60 روز در نزدیک مدین وجه پرو داد با عمر امیه گوشت که برو یک خبر معلوم بکن و زید بیا. عمر امیه چو باد گوات تیز گوات پیما وجه پودکوکن گوات پیما روانه بید تو مدین و بیت. وقتی که به مدین رسید دیدن چم کار کنته خیمه ما خیمه سرا جتا وجه رو چادران لکن بر پای کتگان سپای بیشمار ما جا سکان وجه اردو جتا وجه داخل لشکریان بید جویا بید که این چه لشکری هستیم. گوشت این لشکر زوین پادشاه مغولستان زامات پادشاه هفت کشور انوشیروان عادل هستی. انوشیروان شیربها وتی جنک چایی سر حمزه عرب قرار داده هستی. ایشین که لوٹی گو حمزه عربا جنگ بکن و قسمت سپاه متعلق به 7 براتان زابلی آیه که به کمک شاه مغولستان اتکگن. عمر امیه من دلا گو خدایا حمزه چه شر را زوین حفظ بکن. و بعد چایی وجه پدا داخل شهر مدین بید. چون درستین جاگه عد دان داخل حرم سرا مهرنگار بید. همه که مهرنگار آئی دید جسته کی جب من دامنی گفت و گوشتی بابا حمزه کجاییم. عمر امیه حکایت آئی چه اول حرکت چه مدین آئی واسطه بیان کو چه مصر تماشا تماما شریده. مهرنگار به گریوگا درد گوشتی امان چه دست بخته که هر دم لوٹی منا به یک یا مرد بدنده. شر بید اد که من لوٹون چه مدین به محل نامعلوم برو. هنو که ادکه باید منا همراه وتی به هر کجا که سلاسانه ببره. پرچیا که من طاقت مانک معدا دیگه منا نیستی. عمر امیه و پادا جواهران و اشیاء نفیسه آچه که وزن و سبک که به قیمت سنگین هستن بزیره. به اتفاق پیش حمزه روی. مهرنگار وجه اما دمان سے جاگه حرکت کو تو گود مردینی گوری کو آچه جوار سبکه هسته گران قیمته زور تنتی. به اتفاق عمر امیه رای سپاه حمزه بید. چو داخل لشکر بیتن یک سر نزدیک امیر حمزه رفتن. امیر یکو تانا نشتگا که دیدی عمر امیه به اتفاق یک جوان ماسیمایی داخل بید. گوشتی ای عمر امیه چه خبر چه یار نازنین داره. ای جوان همراه تو کن. مهرنگار گو حیف از تو که ارباب وفا را نشناسی. ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی. چون که حمزه ای خبرش کد آی پجارتی و جستک کو هنچو وجه جان شیرین در برگب چند یک کادگر گپ دیوان کو چه شپا جدایی خبران کو چند تا گوشت مهرنگار چه آیگا زوین بخواستگاری آیه خیال تچک وتی گو حمزه بیان کنک. حمزه گوشت ای جان شیرین هنی هیچ گستم آور شپان فراغ سپری به مطمئن ببه که با یاری خدا براتان زابلی زوینه به زودتی چه بینا چس کنید دست و سال بگردن تو انشاءالله من در کارم. پس مقبلی گو لوٹتی و گوشتی گو مهرنگار چند تا غلام آزم مکه مبارکه کد و در اودا ببید تا خبر به شما برسی.
ولیکن چون مرنگار به اتفاق عمر امیه چه مدین خارج بیت به نوشیروان خبر داد که مرنگار آچه جواهر بیته زورتنگند گوی ملازم حمزه قرار تدکه و این خبر به نوشیروان گران کرد. وقتی که گوشت یک قدر دیر کوتا جنک چه دست داده. وقتی که گوشت شاه به سلامت ببن. مرنگار جایی نرو رفت پس چه کشگه حمزه آرگ مرنگار به عهده منینگه. پس شاه گوشت که سپاه با کمک زوین چه شهر خارج بیتن لشکر شاه موسته لشکر زوین سمت راست لشکر براتان زابوری سمت چپ قرار گرفتن و تخت در وسط سپاه قرار داد که چتر زرین با بالای آیی قرار داد. شاه با آیی سرا نشت و لیکن چون حمزه صاحب کران مطلع بید که نوشیروان سر جنگیه تمام لشکر و تی آماده کد سفارش باز با هم کد که به جانب مدین حرکت کل کسا جاسوسان با نوشیروان خبر داد که ساعت سپاه حمزه صاحب کران چه گرد راه ها من رسگی زوین که وقتی گوه حمزه عرب سپاه آیه به من پیش دار تا چه نزدیک آیه بگندم. وقتی که گوشت پادا تا برزا این کوهه گا روین لشکریان آیه گا تماشا کن. چون بالای وجه تل کوی سرا رستن گردی چست بی گردها که دامون گردها هنچو که پخش بید چه میان آیه گا علم ظاهر بید در سایه علم مرد 50 گز کد کشتکتی و مزن شکم بزرگی مرکب زانو چه گوش مرکب اوشی و 44 براتا و 14 سوار پیدا بید. چون زوین نظر کو بایی آیه کفت گوشتی بکت حمزه ایشی هسته بکت گوه ای حمزه نه ای سردار لشکر حمزه ای. عمر مهدی کرب نامدار زوین گوشت امیر حمزه ای جوان چطور گفته بکت گوه به یک لگت آی مخاکا دوری داده حیران مند و بعد دیتی 300 پیل سوار رستن مردی در میان آها بیتا که 110 گز آی کد داگه یا پیل منگلوسی وجه سوار است. زوین جز که ای بخت حمزه شی هستیم برچی خیر ای حمزه نه ای لندهور بن سعدان و شنطه که شای 12,000 جزیره سرندیب هستیم. زوین و امیر حمزه ای چونگه تا گوشه که حمزه عرب شیر شطور خار پشمینه بزرگ چطور دست کسی که ای چون کارند در کایا ای چطور تا آیا بد و بیرا باشه کسی که ای پیمه شجاعی هستی اهانت نباید آیا بکنیم وقتا گوه ای تجمل چه ما بیده زوینه گوه ای تجمل چه شما به مردی گفته پرچه که خبر بیهوده باشه معلوم بیتن که تو نامردی هیچ گاه چطور مردانگی به ظهور نرسته وقتا خاموش بید که پوج دیگه گویا چتر زرین پیدا بید 5000 سوار همراه آیی بیدن. زوین جز کو یک این وقتا گویا ای جیپور هسته بعد 2 شاهزاده رستن جز کو اشان کنیم وقتا گویا شاهزادگان بنگال که یکیا راونگ و دومیگا کورنگ نام هستیم. بعد پوج دیگه و 2 چتر زرین 40,000 سوار یونانی یاد کن. زوین جز کو اشان کنیم وقت کوئی یکی استپانوس و دومی صدیقنوس نامی هستیم. بعد شاهزادگان روم و 60,000 سوار یاد کن وقت کوئی اشان گوارزاد کن کیسر رومیا یکیا سکلان و دومیا سیکلان گوشنده. بعد آوازه دورباش درد زوین گوی ایچ آواز بختگاه گوی ای سرکرده حیاران عمر امیه هستند. در یک گفتگو بیتن که عمر امیه ملک جنان
ظاهر بید پشت آیگاه 12,000 بنده زرین کلاه و زرین کمر اسبان تازی به دست گرفتگتن. ما آیگاتون زوینه گوشت اشان پرچیا سوار نبام بختگا گوشت ندیدته که صاحب اشان پیاده ما آیگی چون صاحب پیاده بی هر کس که آی همراه با و تمام پیاده هم. پس چه گندگا عمر امیه تمام لشکر مغلا چک کندگا بیهوش بیدن. زوین هموشی باز کنده بختگا گوشت زوین پرچی اما کندگه میشی کاش که 1000 حمزه بیتن باکی نیست اگر ای دوزم بیتن بعد چه آواز علم اجدیا پیکر ما آواز دارد ما صدای دارد کجا صدای چست بی زوین جست کو بختک ای چی آوازی هستیم بختک گو ای آواز علم امیر حمزه این زوین گوشت ای چی علمی کیا ای واسطه کتا بختک اشاره به جانب خواجه بزرگمهر کد که ای جادوگر کتا خواجه اگو لعنت به جادوگران باطن ای بختک خبر بیهوده پرچیا کنه زوین گوشت ای خواجه همه په همه عربی منی واسطه ها اډ کن خواجه گوشت اگر فرصت بی درست کنی ولیکن هنو موجود نه اگر توانه چایه بگیری در همه گفتگو بیتن که در سایه علم آفتاب عرب حمزه پیدا بید در پشت 11 برات و 3000 بنده ترکی و رومی و حبشی و حلبی و هندی اتکن زوینه چون امیر حمزه دید گوشتی ای بختک همه کوتا قد امیر حمزه هسته بختک گوه ها همشه پس لشکر چادرام به سرپای کتن تو امیر پیاده بید در بارگاه قرار گرفت مرنگار با عمر امیه سپردی کد که آیا با مکه معظمه برسینی اگر جنگ مغلوبه بید چه طرف آیگاه خاطر جمع بیبیده شپا وجه تبل جنگ به نوازش در آتام باند صبح صف جدار واجه آرایش کنه بیتن نکیبان چاوشان بانک جد تا کجا مرد آنگ میدان کنته یا کجا شخص نام آوتیگا روشن کنته که امیر حمزه نامدار خونک اسحاق رکابی کت و در میدان آد جولانی کت با آواز بلندی و هر کسی زانتیم بزانتیم هر کن نزانتیم بگشون تا بزانتیم من و حمزه بن عبدالمطلب هر کس آرزو سعادت هستین در میدان بیاید اگر با سعادت بیبی که زنده در دست من گرفتار بی ایمان با خدا و رسول کاری و اگر نه اهل شکاوت هستین در میدان من کشک بیده چون امیر حمزه مبارز لوٹه طلبت زوین گوشت ای بختک ما جنگ حمزه ندیده چه سپایا مبارزه در میدان حمزه بروده تا معلوم ببی چه پیما جنگ کنده وقت ما روچ دیگه گوانی جنگ کنیم بختک گوشت ای زوین در سپاه شاه کسی نیستن که حمزه جنگ بکن مگه گستم که سردار لشکر شاه عادل هستن که گوشی که ای تجمل چایا من که پهلوانی نامدار هستیم ممکن است که حمزه جنگ بکن لیکن چون در همه سپاه ایران و توران بختک نام گستم در زبان آرد گستم در فکر بید و گوشتی ای بدبخت روسیه در تمام سپاه نام منی برده ظاهرا دشمنی گومنی هستیم اگر زنده منتم بختک اگر مردتم که پدر بختک در کارم ایشی آیی اوشی آیی اگر زنده مند پس گستم ناچار دیم پا میدانی آورد امیر حمزه نظر کد دیدتی که گستم مایگه پر حال چه اسبا ایرکب سلای چه تناوتی دور بتن زوینه جست که ای شا حمزه عرب پرچه سلای چه بدن دور کنگه شاه گوشت حمزه سوگند یاد کده که اگر روچه که گستم با میدان بیایته به سلا گوانی جنگ کنو یا کشون زوینه گوشت ای پیمین پهلوانی به سلا چطور تونتی جنگ بکن شاه عادل گوشت مرا هم عجب مایگه تماشا کنید تا میانشانو چه رخ دانته
لیکن ای زوین امیر حمزه مرد شجاع هستین، قوتی باز داری. عجب نه که آیا خوار کنه. گستوما چون که امیر حمزه دید تیگی کشید که به اسپا یه دورد تیگ به امیر حمزه حواله کد که امیر حمزه دست دراج کد، دست آئی ما هوایا گستوم گفتی. هرچند قوتی کو امیر حمزه دست آئی رها نکد. پس امیر حمزه دست آئی همه پیما پشار دا که چه 5 لنکو که گستوم خون سرازیر بید. تیگ چای دستاش کهرن و جبرن چه دستاش دنه یاد و به دور سری ترنید بعدا ناره چه جگره کشی دستی دورده کمری آئی سرینی گفت چه صدر زینا چه چستی کو و گشتی گستم بیا چه روی صدق مسلمان به تا چه سر تکسیرات تیمگاما بگزم ترا به در بارگاه وط جا بدم. گستم اگر 1000 بار منا ریز بکنه مسلمان من نبوم. پس امیر اوشی هنچو به زمین جد چو توتیه پهما اوشی وجه نرم بید که به درک واصل بید. پسران گستم چون که یه حال دید گو سپای وطی یا باری به حمزه تاکتن. پهلوانان جهان زره بر گوری که به سپای وطی گوشتی کسی چه سپای منی حرکت مکن تمام ایستاده تماشا کنه. پس حمزه عربا در سپای گستم که شمشیر جنان بی به کباد رسه اسبی دور داد تیگی جد کبادی هنچوشی چه سر تن هنچو 2 ٹوکری کو دور ده با کارون گستم رسه تیگی با یه هنچو جد که با 2 سا کرد 2 پادان بسته اردشیر هن گستم رسه هنچو با کمر جد هنچو خیار تر پیما 2 نیمی کد وجه سپاهیان بدبخت چون ای پیما دید تد کن و در سپاه زوین اد کن. امیر حمزه در میدان اوشتاد و شکر حضرت حق بجا آورد. چهار طرف زوین مغلستان حیران ماند. زوین گفت ای شاه حمزه مرد مردانه هسته مرچی چه میدان ترین بانده بیاین پرچه که حمزه جنگ باز کتا اگر مرچی چه لشکر میگه کسی با ای زپر بکنتنگیش بید. تمام خلق گوشن که امیر حمزه چه جنگ خسته بیده شکستی بیده. پس طول بازگشت جا هر 2 سپاه پرودت کن وجه پرودت کن تو وجه و جنگ بند کن چون که آفتاب عالم تاب سرچ مشرق با دنارت عالم ظلمانی به نور جمال وتی نورانی کد. آواز وجه دول و سرنا 2 لشکر چست بی بگرید و کوس بنالید نای تو گفتی زمان در آمد ز جای. علمان چو به جولان واجه با آواز درد کن یلان و سلاطین و همه پیما روزگار مؤثر و آراسته بیتن. چه 2 جانب دلیران چند میدان داشت که آیا در میدان رزمه کدم یعنی که ناگان شاه مردان مرد میدان مبارز تاج بخش سلاطین جهان حلقه فگان و گوش سرکشان امر رسول آخر زمان حمزه بن عبدالمطلب به میدان آمد و نعره زد هر کس آرزوی مرگ هستن در میدان به. سپاه زوین مبارز جوان دلاور که 32 گز آی کد دسته گرزی 700 منی به کاری برد روی و میدان آورد. جولان کنان مقابل حمزه رسید. امیر حمزه گو ای پهلوان چه نامی هستیم بگشت مرا مردان فگن زابلی نام هستیم. اکنون ای حمزه اگر 1000 جانبی یک که چه دست من به سلامت نبره. امیر حمزه گو ای مرد افغان فضولی کنه انو بیار تا چی هستیم. مرد افغان دست به گرزا برد. امیر حمزه اسپر به سر کشه. مرد افغان گرز به سر امیر حمزه هنچوجه که آواز گرز به آسمان رسه و آواز آیی من بیابان پیچد. پس دیمی پا لشکر امیر کت و گوشتی بیاید هر دام عرب
جمع کنی صاحب کران اسپرت سرا رد کو گوشتی لاپ بیهوده پرچه جنه. مرد افغان چون که امیر حمزه همچو اجدیا اوشتاده دید گوشتی احسنت ای حمزه، با مادری که ترا به دنیای آورده، پدری که ترا رودینتگی. پس نوبت به امیر حمزه رسی. امیر حمزه دست به گرز 1500 منی بردی. خونه که اساق وجد گوشید برانگیختی. هنچین گوشی بر کبه سپر مرد افغان زابوری جتی که با اسپا وط اسپا مرد افغان دست به زحما برد. اسپا امیر کلم بکن که امیر حمزه چه اسپا چیرات و تاد که دوال کما سرین مرداف فگنه گبتی تا زابولی که رفت حرکت بکن و شیر پنجه شجاع نعره ایجاد که 16 پرسک زمین زمان بلرزه. در حین نعره مرد زابولی چست کو به زمین جتی، دستی محکم بستن تسلیم عمر امیه کو. پس تبل آسایش جا لشکر فرودت کن. امیر با کرسی نشت. مرد افغانی پیش طلبت گوشتی ای زابلی، من ترا چون که گفته چون من تا مرد افغانه و هنچو که مردان عالم یکا. امیر حمزه گوشت بگو خدا تعالی یکی و دین ابراهیم پیغمبر برحق. مرد افغانه گو ای حمزه، ما 7 براتیم، 7000 سواری ها بانده آدیه برات منی گون تو جنگ کنده، چون که تو مانا گفته اشان هم تو گره. پس به اتفاق یک کادگر مسلمان بی تا آز زمان منا معذور بدار. عمر امیه گوشت ای مرد در بند بله. پس روچ دیگه بید تبل جنگ جد. دو سپاه یکی برای خدا رسول و دیگری جهت لات و منات میدان آرایش بی. اول کسی که پا برسه میدان یرکو آفتاب اهل عرب حمزه بن عبدالمطلب لشکر کپار مردانه زابولی دیمیم و میدان آرد. گرزی کشه بر کبه امیر حمزه ایجاد پهلوان رد کد. با وقت بازگشت دوال سیرین آیه گپتی همه پیما وجه دوال کمری وجه چست و خلاصه وشیدم. گروه با آفتاب 7 برات مرد افغان زابولی بستند. چون که شب درد روچ ایدی روچا چه میدان برتاف وجه اتکن بوتی شب آهنگ بر چرخ گردون بگفت همه مهره چرخ در هم شکست. همه پیما دول بازگشت جز سپاه پرو داد که امیر حمزه گوشت تا مرد افغانا زابولی گو 7 براتا بیارن. آها وجه گو 7 براتا آورده. امیر حمزه گوشت ای زابولیان بگوشه که خدا تعالی یکی، دین ابراهیم علیه السلام بر حقه و بوتان و بت پرستان تمام باطلن. پس زابولیان اقرار کو. امیر حمزه گوشت تا بندشان دور کنه و خلعت شاهی بپوشنه و خلقه زرین در گوش آها دورده و کرسیان زرینه بنندن. زابولی وجه خوشدل بیتن دعا به جان امیر حمزه کد. به سپاه وقت گوشت به تعجیل تمام در لشکر امیر حمزه بیاین. 7000 لشکر زوین هم به لشکر امیر حمزه ملحق بیتن. داستان 21 جنگ کنگ حمزه نامدار گزوین نابکارا زخم دار کنگ حمزه صاحب کران روگ و مکه معظمه محاصره بیگ. لشکر حمزه شیر شکار مکه. چون روچ دیگه بیت آواز تبل جنگ چه هر دو جانبا چست بی لشکریان من میدان حاضر بیتم. میدان آرایش در امیر در میدانت مبارزی لوٹ زوین و سپاه گوشت که ای سرداران مرچی من در میدان امیر حمزه روم یک حمله چایی کنو. اگر تو هری پایی بیتون پس جنگ کنو وگرنه اشاره به جانب شما خود تمام سپاه یک مرتبه به طرف امیر حمزه بریچی گردان عربا تمام بکشی. ای وصیت به سپاه وتی کد در میدانت. امیر حمزه جست کو ای جوان
چه نامی هستین؟ گوشتی منو زوین شاه مغولستان. امیرا گوشت وشت که خوش آمدی. بیا تا چی هستین چه مردی نشان. کمان کیانی و گرز گران. واجن شما در آمدی کلیپ گوش داری سرگرم بی در آمدی خدا ما دیگه توار بندش واسطه پر کنیم. سلامت باتی. الله مهره الله.